وا ویلتو، خورش سبزی و کنار کرفسو، این قیاس مل فارقه. من کارگردان این ویدیو رو زنده خب حالا انقدر جو نده، اصلا تو خودت گوز کدوم لوبیایی؟ آخرش هم نفهمیدیم قرمه سبزی یا خورش سبزی. باز من دوتا اسمو دارم، بعد وقته چی؟ خودت تاین سی کردی؟ تن خاصیتت این که آبت بگیرم بدون میزاقی بخوره. آبم خاصیت داره ها، بگیرم برات ها. آمو خاصیت داره، تن خاصیت شو اینه که دختری عقب ساز آبت بخوره چوسکلاسو بیان تو این اینستاگرامو. باز منو 4 تا ورزشکار میخورن، تو چی؟ فقط مردای ایرانی کچل شکم گنده دوست دارن، بعدش هم که میخورنت با بیجامه و عرقگیرشون بغل سفره ولو میشن. هیچ میدونستی من برای زود انزالی چقدر مفیدم؟ مرد ایرانی زود انزالی شرف داره به کسی که کرفسو بخوره، او دیگه مرد نی. هر کی تره بخوره مشکل جنسیتی داره. پشت جمع کن سگ ریخته از جلو چشم. چرا خودت نمیری گورتو گم کنی؟ من حال ندارم از جام بلند شم، ولی الان اینجا نبودی آمو.